کجایی تو گیله؟ ها؟ کجایی تو؟ بخونه داده خوبی دو دیشب. بازم دیشب که به تالا مخصوصا نگفتی که با خدا دادم اونجا که پاک درست کردی بشش تیر میخوری خیر بشی. داده مگو تک برم بچم فرش شما وارد ببرک به تامو. چینجا چیز سرک اونجا بچم ببرک گوشیرک بچم. آخه به داده میگفتی اینجا گوسفندا ما گوشنگی و توشنگی بمرد اما اینجا بیام تو کار کنم. داده منم گفت چیزه. همون زنده میده که اینجا با کار دارم زندگی دارم روزگار دارم هر جا گرفتی لام میدم اینجا میسی که تو برات رای کنی زنگ زنه. علافتا تا خورر بخورده بیدن گوسفندا. بیشتر نخورد تو برسه که یک مسخال بمونده. یک مسخال نمونده. نه پاک بخورده اونا برو گوسفندا بری کور به جو کلون. دور جو ها. دور جو کلون بری که بابا زمینا مردم میدن نده که دیروز هم با جنجال شده بودم به درس را. خب چه سر؟ حواس تو باشه به گوسفندا. او بگدشتی پیشینا. چی؟ او پیش گوسفندا بگدشتی. او بگدشتی مالف نبود گوسفندا بیای بیری کنی برو به صحرا برو به چرونده. برو. خود داده میگفت که اگه گیلک امرو بیکاری برو با ننه خوب بگو اگه امرو بیکاری یعنی چیزه بیا کبرم تو خاطر که میری به تالارا میری به عریسیا میری از قطعی نداری وقتا نوینه دیدن بیا برو خوب گردم گفت امرو برو به عباس بگو که گوسفندار واسطو بچرونه ما بیا برای ملت یک 5-6 ریپه به تو خرید میکنم برو خیلی به دست بده درد نکنه تو سردل داری بگو مال کار ده مال وقت تالار مالار نی حالا وقت رخت لباس نیه به کی بگو برو به داده بگو برو گوسفندا برو خیلی داده برو بابا داده میگم ما به تو میخرم اکیسی خو بگو بده پولا بده هردم بیکار شده خود من میرم خودم استونم دیگه ها برو گوسفندا ببین که برو من میفهم تو چی میگی برو خب نمیشه امرو تو بری واسمه تو هرک به خود چه کار میزنی بچه من کار دارم به کجا چه کار میزنم من درسم دارم واقعا تو بچه فیصل کنی یک سر ما کار کنم یک سر مکتب برم دیگه چیکار کنم من خب برای امرو نمر گوسفندا و بزغالا وردا ببر بچه برو گیلک برو نمیشه بر فوق خوبه با خودمون بزغالی ابلق کلا اگه به خودم خور بگیره هر چی میگم چک نده به درختا چک میده به درختا اگه بگیری دفعه یک سوتچوی من فرق سر بدن کمو امو کلم برو گیلک برو تو سردل نیه گوسفندا بری که برو به در جو کلون هانه بازم تو میگم به زمینا مردم یلا ندی که دیروز هم دست رو بکنده بودن صبر کن به کی زنگ میزنی شما رو داده من پیدا کن داده من زنگ میزنم برای این گیلک کار داره نمشته بری داده جو که داده میگه خلاص من یک گفت به تو بگن که سبو گفت محکمه که بو کارم میگم بکنم حالا وقت دی کارا نیا بگو الو سلام علیکم من نباشیم برار خیریت جنجاله داده زنگ میزنم میگه برو ما خوار برار شمانم جنجاله تیار هستی خیریت گیلک عقل به خیر خوشی بخور داده شما خود یا باز که بزنیم بگیم این رخصت مرمت اینو ما بیام بریم ما یک کوش آتش خاله اسکات بخریم به عریسیا ما مردم ما رشخند میکنم میخندم آنه گفت داده من یک شلغم نمیرزه بره بشه سرکل تو به سیری پی بیارزه بله داده خوب بخیری ما سکن ما خودتون باسمی تیار کرده شکر زنده باشی داده شما را دمی گیلک لیدن ادیشه که بفته بود هنه حال آماد بزین نگن که به تو میره چیزی میزی میستانم این کارا با تو چی رفته داره که میگه خب برم میشه گپ بزنم گوشی که نکتم اینه که سیم کارت پاس گرفتی بیروشه فسفه بگذار گپ زنم من راست داده من میخره به من جوانی میکنه هیچ نبین داده شما اگر خیلی پولدار شدی پولا شما اضافه شده بدیم دست نه من پولا که بره به گیلک بستانه با این کار داره آخه گوسفندا اونجا گوشنگی ماه بمونه نه من نصف قایم میکنم میزنه پولا و خیر بینه بابا دست نانه ببینی با دست نانه من نده بابا نانه من میگه من اختلافات ازی بید دل بوستو گفتم باشه 5 سال بزی بودم که برو چیز میزی بستونه با دست نانه میده بابا خود چیز میزی بستونه برو گفتم دادی بیری خوبه بسری من برق نداره بسی چی؟ یا شورتو نمو خواهد بخرم تو برو گوسفندا بیری که برو
چکی کجا میری؟ اینا به در گوسفندا به در سبستان چکن من بولم کجایه؟ بسته کن گوسفندار بگردون بوسا خور که عمل بچرون سبستان تخمیر که عمل چرینگی تو با کجا میجیه؟ بابا باید میسنی تو بیا بوزات بگردون من نیم چکی آمدم مردم با فاجا سیر بگیره چکی چکی اشتا آدم بیعقل بیده که زبوزه به جلو ورزی نه تو کمار داره قابه اینا هرچی پول بیده پیش از اونا بخورده بر بزار بیا بگردون گوسفندا خوره گیلک بگردون بزار سلام مامان نمی‌کنه. یارم بخیر سلامت چی گپای؟ شکر الحمدلله. بچه‌ها خوبم بچه‌ها خوبم یار هستی؟ الحمدلله. مامان امروز جان بعدی که شما خیر بینیم بوز خریدیم همین بزغالا اینا هم یک زحمت بکشیم همین بچه خور بگیم همین بزغالا بیاره و تا همین سبستا تخمی مامونا رو بچرونه چرا؟ به خاطر که ما به کار نداریم چون ما اونا پولا تخما سبستار بجونده بودیم الان بیاردیم به زمینا بکشتیم به خاطر بزغالا شما کشتیم که حداقل شما بیایم از زمینا لذت ببریم با بزغالا شما با ما کو چیزی نمیشه رمضان بابا ما جفنگ میگی یا؟ جفنگ نمیگم ماما نوروز با تا سبستار تخمی بچه شما رمی بزغالا ریاله کرده من پول مصرف کردم او دادم اونا شوره دادم مصرف کردم اونا که من نجودم که بچه شما بیای بزغالا ریاله کنه که گولا سر سبستار بخوره خونه دیگه با سوز میکنه یعنی بدی به چشم سر الان تو بیا به زینا اسم بابا من تا سبستار گشتندم بزغالا یار چشم سر کو چشما با بوخ دادی نبوده خیلی نه کشکا کارون گرد زدگه اگه شما یک بلگ یا درخت شما مرتکب بکنه کور زنده به دال میزنیم قیق نکشم یک بغضاله به طرف سبستان برفت یک بزغاله 40 تا بزغاله 50 تا بزغاله یک بزغاله میره یعنی رمضان تام سردل داری سردل ندارم کاکا مصرف کنیم پول دادیم به بالا اینا به صد خونجیگری اینا پیدا میشه ما رفتیم بوزا خیلمو که بیاردیم اینجا با جلوی بچه خود کردیم کامر بچرونده هر روز شما می بوزار بستن نه دال موندن نه درخت موندن خوب شو شما ندید و من برادر ما دست شما به کجا بریم میگیم راه خوب بگیریم بریم بریم خوب پیاره ما برارمه بابا تو چی کار کرده؟ اگه میگی نه که فساد میشه بیا ما دخل منگا دوم ما هنوز لد نکردیم با گوسفندا خوب بیا بوده بچرونده این راه خدا ما امروز یا بوزار به دست بچه خود گیلک ندیم یا که میدیم به دست مو عباس بدیم که شیارتر یا که اگه بوزار به دست بچه خود میدیم میرم به پیش عباس و به دست شما باشه بابا که من گردن اون خودی شما سبستا تخمی مال بوزا بچرونده میگه تو به چشما سر خوب بدیدی بابا ما دست ازی گیلک بگو بابا جان بخزن که من خودی شما گرد زنم گپ زنیم چی باید یا به بدیم چشم سر بدی که با بلا دست شما دیونه شده از اصلا خود دیونه شده از این زنجیری شده ماما نوروز خیلی بینی دست بچه خود دیونه شده ما دست شما بحث ما این دقیقایی که تو میکشی که آیا که برادر روش دقیق نکشی نکنی ما که اونگه دوباره نیافتی 20,000 روپیه که با بالا سبستا خرج کردم من او خریدم او بخریدم ما با بالا سبستا بردم بری ماما نرو رمضان جان غیق نکشه کجا میری بیا غیق نکش اون روز بیای پیاره من بری چه کار؟ تا اون بر بری بیای
برو تو معامله خوره الله فصل که دوباره بچه اینا من به تاسویستا ببینم بله؟ تو من روز بله اون برداری مرادا مرادا چی میگه تا بودی نکنده به دور خرمن خودی هم بلا شده بالی خرمن من میره فراموش شده بابانه رو بابا جون ما بچه خون نسیحت میکنم رد مریاله میشون نگه نسیحت دیره باور بکنی زیر پیک کنه که لگ آدم بشونیه دو عقل کمال نداره نواده کیسه بر بکن یه لگو اینه بابانه رو همین نداره اینه همین نداره بابانه رو بریم تا اون بر بریم بله یه لگو توی خرمن تا اون بر بیاییم بریم بابا میدو تا اون تو بیاییم بریم پیلا کن زبار بریم هیوی تو بیا بیا خوب فتلاتور بدیدم بیا برش تو چو کمی برش تو چو کمی برش تو چو گفتم کمی برش تو چو آره بگو بله تو فکر کردی که ما تو گیر نمیکنی که تو گوسفندا خریده کردی به قول خرمن می دیشب که تیره که بچه تو مرسلت که وکل کلمه همه پولا شده بچه به تو سلاکا ما تو نال صدا بکن چی استیلا کردی به قول خرمن ما دا 15 روزه که ما به قول خرمن که میگواد باشه به خرمن غلط کنم چاک بزنم تو گوسفندا خریده کردی بابا کدل بر خود تو امر میزنی دیرو ای گیلک اما ضابط کلی تو سوخ ندارن که دل ماما کلی تو بتام یا کنه که اصلا که زنده بودن تو با کار نمیاد داخل میکوچه ما به زیاد دارم بگو حالی که تو بیامدی گوسفندا با کد خرمانی لکه گوسفندا به قباله اشته به قواله به سرایه یعنی تو شهر رو نمیکنی که تو بیامدی لکه والم خرمان بیچاره بابا زی پخلی اله کنده بدم چه مکجیر میگه برام تو که به بالا خرمان بوده گوسفندا خود من گاب بزنم چوب به تاریو نازن که اگه چوب دیگه واکد مال تو من خیلی برده میدم گوسفندا خود من بالا خرمان شما گندم را میخورم از برام کجیر بیامده به آدم جو فلقتا بر جسم رو دل من ما اگه نبودی اجاد کجی با بر کوک زلات تور میزنه کیش دکتر دیگه با درد تو نمیفهمی مگر تا 6 موتور مدت پیار تو جام میکا من چی میفهمیدم گوش کاشی گیلک تو چی میگم گوش کا چی میگم اگه تو دیگه با چهار طرف زمین خودی دم دیگه گله نکنی تیز کده میری برو تارو به کچل نکو برو دیگه نکو تو ندیدم برو دیگه سل نکو با تارومه کچل نکو هنوز پشت سر خود سل میکنی چره بخریدی کوچر گوسفندا بیعقلی بوده برای تو بچه دیده تو کوشیاری بودی که گوسفندا بیعقلی بوده تو خیلی خود بچه خوشیاری رنگ تو به خاک سر کلی دو رنگ تو سر کو نفی نکو که تو به ساسوفه نفی میکنم و خیلی خوشی تو بچه تو خیلی